هر جمله که شاهین صاحب با آدرس ما بگوید من در قبال حرفی نمیزنم، به خاطر از اینکه یک ارزشمند ما هست، یک سینماگر عزیز ماست. شاهین صاحب راستی آریاپور خو میشناسین؟ ایمای آریاپور. زنگ آریاپور زده دین بود شو امروز. آریاپور برای من زنگ زد در مسنجر، با من صحبت کرد، گفت که کدام مشکل شما قد شاهین داریم. من گفتم خدا نکنه. آریاپور گفتی را متوجه باشی که هم رفیق مشترکتان هستم، هم رفیق شاهین هستم، هم رفیق تو. اما خواهش میکنم که در میدان های تیک تاک شما درگیری نشین. من گفتم نه، ما خو همه موضوعی ما مشخص است. ایما آریاپور رفیق بسیار عزیز و ارجمند ما و شاهین صاحب رفیق مشترک ماست. شاهین صاحب خودت یک مرد ملی هستی، ما دوستت داریم. میتونن کال آقای فارسی نیوز اینا صحبت بکنن یا شما صحبت میکنین، من میشنوم. همین دو کلمه باز فارسی نیوز میشنویم. نستوی عزیز، ما از روزی که با تو آشناستم یک خصومت بیادری داریم. بیادری، حتی دعوای بیادری داریم. دقیق شاهین صاحب. مرا زبان ما خدا ببره که ما به نستوی عزیزم که بیادر خوردم است یک کلمه تا امروز در تیک تاک ما گپ زده باش. یک کلمه، فقط یک کلمه گپ زدیم در لایفم که شاپور آمده بود. گفتم شاپور امی در لایف نستو بیادرم عکس مرا تو بالا کردی، از همو خط سرخ از چی است؟ چراغ سرخ. مرا گفتی تیر شده امی امو رفیق ماست بیادر گل قدم تو دوجه. چرا این همه قدر گپ بالا شده، ارتباط نام تو گرفته شده. بس که تا با در تلفن برات گفتم. دقیق شاهین صاحب بزرگوار، بزرگ ارجمند ما هستی. فارسی نیوز عزیز میربانی، ما آقای نادری یک چیز در لایف باید بگویم که یک مدت آقای شاهین در لایف نبودن در تیک تاک. فضای تیک تاک کم دقیقاً فضای تیک تاک کمی به ما خسته کن شده بود. موجودیت آقای شاهین را دوستای عزیز ما به فال نیک میگیریم از آدرس جامعه فرهنگی افغانستان و با ما امیدوار هستیم که بعد از یک فضای صلح در تیک تاک آقای شاهین برا بفته و خودت هم که ما یک مشوره عالی برات دادم، امیدوار هستم را پشت گوشایت بگیری آقای نادری، آقای شاهین، که هیچ وقتی در مقابل بچهای تیک تاک ویدیو نسازی که باز همگی عادت میکنن، اذیتت میکنن و به خاطر که اگنور شوه یا که گذشت شوه. و ما که آقای نادری آمدیم در لایف هم به این معناست که دوستای عزیز ما با شاهین رسما صلح اعلان میکنیم و دوستش داریم. جنگ هم نکرده بودیم. خب کمی آقای شاهین از کمی که ما کمک چیز میکرد، حالا امیدوار هستم کمی خوب آدم معلوم میشم شب و این خوب آدمی ادامه پیدا بکنه که باز اگر خوب آدمی ادامه پیدا نکنه آقای شاهین، باز ما فکر میکنم که باز کمی در قسمت سیاست ما شاید تغییرات بیه. اجازه هست که صحبت کنم با جواب سوالایی که بفرمایید آقای شاهین. در طول شاهین صاحب شما بفرمایید، باز من صحبت میکنم. 18 ماه شده که ما در تیک تاک هستم. در این تیک تاک شما بگوین که من عکس کسی را بالا کرده باشم و کسی را گفته باشم. میبینین که عکس بالا میکنه، چند تا به نام ما به عکس ما تیک تاک جور کردن. هر کدامتان از ما 1,86,000 فالوور دارم. اینم یک تیک تاک دارم که دیگه تیک تاک ندارم و یک تعدادی که تو فکر میکنه که ما شهرت خدا در تیک تاک نه تیک تاک بود، نه یوتیوب بود، نه بیادریست که فیسبوک بود، نه اینستاگرام بود، که ما سلیم شاهین ملت خود خدمتگار مردم بودیم و هرگز برای خود اجازه نمیتم تو خوب نستای بزرگ خوبان یا افغان نیوز عزیزه که ما یک کلمه منفی بگویم. ما مردم ما دوست دارم، کسایی که مرا توهین کرده ما دوستشان دارم، هرچی که گفتن ما بیادر دوستشان دارم. من نوکر ملت هستم، یک هنرپیشه سینما خدمتگار مردم می باشه و مسئله قمار، بله من قمارباز هستم، صبر کنین. ایالم میگم سالها قمار زدیم، همیالم در جرمنی هم قمار میزنم. قمار که است
این گپ مهم است که برای کلگی بگویم، از طرف تو هم از طرف ما. قمار که میزنه آدم تیشه به پای خود میزنه، نه تیشه به پای مردم. اگر نستوی نادری یک عمل داره با پای خود تیشه زده، نه برای مردم، او مربوط به شخصیت خود نادری است. یا این کار شخصیت با صلیب شاهین است. ما خود کسی را توهین نکردیم، نقص ما برای کس نرسیده. اگر چای میخوره اختیارش نستوی نادری خودش داره. اگر آب میخوره، هر چی که اگر میخوره او آقای شاهین یک خواهش دارم، اگر کومنتار باز بکنین. آقای شاهین یک کومنتار باز بکنین که دوستا هم نظریاتشان. این خودش ضد آزادی بیان است که شما در لایف خود کومنتار آف کردین و دوستا را اجازه نمیدین که شاهین صاحب گرامی